خب سلام مجدد به همه دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم سراغ ادامه بحثمون. من میخوام این گوشه برای این فضایی که مقابل استخرم هستش بیام فضا سازیشو انجام بدم که یواش یواش دیگه فایلمون بسته بشه. خب اطراف این آلاچیقی که ایجاد کردم قاعدتا میخوام چمن باشه، حالا با یه سری گلکاری‌ها و درخچه‌های کوچیک که بعداً اضافه خواهد شد. فقط اینجا چون عملیات بنایی دارم و میخوام حجم اینجا ساخته بشه، میام اون رو ایجاد میکنم. خب برای اینکه این حجمم میخوام با این حالا کفسازی دور استخرمون یکی در بیاد، دبل کلیک میکنم روی همین قسمت که پرنده ویرایشیمون روی همین قسمت اطراف استخر انجام بدم. اما برای این کار ما شاید یک فضای نشیمن اینجا داشته باشیم، بعد نباشه که بتونیم کارمون رو براش یه تعریفی توی این قسمت داشته باشیم. میتونه کفسازیمون متناسب با همین سطح باشه، اما من میخوام بیام یک پله بالاتر و یک کفی اینجا ایجاد کنم. اول اون رو بریم برای ایجادش، بعد سایر قسمت ها رو تکمیل کنیم. برای این کار خب من اولین کاری که باید انجام بدم تولید این صفحه خواهد بود. بنابراین میرم توی قسمت کریشن و اکستروژن رو انتخاب میکنم. صفحه کاریم رو پیک میکنم که بتونم روش کار کنم و میام اگر برم توی یکی از نماها خیلی راحت‌تر میتونم کار کنم. یه رکتنگل اینجا نیاز دارم که از روی خب این محوطه استخرمه، این همون پله‌ایه که میخواستم و اینجا محدوده ساختمانمه. بنابراین فکر میکنم از اینجا تا اینجا اون فضایی که ما بخوایم رو بهمون میده. خب من تاییدش میکنم و این رو میکشم تا اون سطح هم ایجاد بشه تا ادامه طراحیمون رو روش داشته باشیم. خب این حوالی همونطور که میبینید یه خورده سایتمون دچار اختشاش شده. من بیام از بالا ببینم چه وضعیتی. خب سایتمون چون این گوشه از مقداری زاویه داشت، ما باید متناسب با این زوایا کار کنیم. خب بنابراین باید این قسمت رو ببرم. میتونم از دستور کات استفاده کنم، یعنی اینکه بیام توی همون قسمت void یه void extrusion میگیرم، set plane کنم، طبقه همکف. خب روی محوطه هم قرار داره اون باکسم. مجدد میام کریت میکنم، void رو انتخاب میکنم و پیک پلین میکنم تا اون حجمی که میخوام رو از این حجم کلیم ببرم تا اون محدودم مشخص بشه. خب قاعدتا خطوط رو انتخاب میکنیم و بعد میایم تریمش میکنیم. خب این گوشه به هم دیگه رسیده رو چاره جزی نداریم که این رو کوتاهش کنیم یا اسپلیتش کنیم ببریمش دیگه. حالا من کوتاهش کردم، میذارمش اینجا و تایید میکنم. خب اگر برم تو دید 3D و بیام این وایدمو بکشم بالا، بعد بیام کاتش کنم، خب میبینید که این قسمت از حجم من بریده شد. با دستور کات حجم اصلیم رو انتخاب کردم، این قسمت از حجم بریده شد و اصلاح شد. اگر برم توی محوطه میبینید که حجم من به این صورت اصلاح شد. بریم توی 3D ببینیم اینجا چیکار باید بکنیم. پس من اینجا یه پله ایجاد کردم، میخوام یک فضای نشیمنی داشته باشم که با این قسمت کار کنه. شاید اگر اینجا یه جام پناهی ایجاد کنم، یک ریل اینجا داشته باشم، بد نباشه، به خاطر اینکه این فضام رو از استخر جدا کنه و بدوزش به این پله‌ای که اینجا هستش. بنابراین کاری که میکنم اینه که میام از پشت این پله ها شروع میکنم به ریل گذاشتن. میرم توی نمای محوطه، تایید میکنم، از دستور خارج میشم، میام توی قسمت آرکیتکچر ریلینگ رو انتخاب میکنم و میام پیک میکنم خطوطی که میخوام با آفست تقریبا 30 سانت. خب خطوطی که لازم دارم رو پیک میکنم. 30 سانت زیاده، یه مقدار کمش کنید. 2 سانت، 20 سانت، 2 دهم، حتی 2 دهم هم زیاده، 1 دهم به نظرم کافیه. میام این رو انتخاب میکنم، این رو و این رو که محوطه استخرم با استفاده از این جام پناه شیشه‌ای محدود بشه. اینا رو تریم میکنم به هم دیگه و اوکیش میکنم. بریم توی محیط 3D ببینیم به چه صورتی شد. خب دور استخرمون با این سیستم ریلینگ جدا شده، تفکیکی براش ایجاد کردیم که جام پناهی ایجاد بشه. توی تعریف محوطه سازیمون هم بد نیست. خب این قسمت رو بعداً میام
مبلش میکنم. حتی میتونم کاری که بکنم اینه که این ریلینگ رو ادامه بدم و این قسمت بالاییش رو حذف کنم تا این محوطه در اختیار همین استخر باشه. برای این کار میرم توی محوطه، سیستم ریلینگم رو دابل کلیک میکنم، این قسمتش رو خطش رو پاک میکنم، مسیر ریلینگم رو، و این رو ادامه میدم تا برسه به اون دیواره‌ای که دارم، تاییدش میکنم. میرم توی 3D ببینیم به چه صورتی شده. بله این سیستم ریلینگمون اینجا هستش. فقط همونطور که میبینید این داخل این محدوده رفته، در حالت انتخاب هستش. من میام بیس آفست بهش میدم، فکر میکنم 30 سانتی متر اگه بهش بدیم زیاده، 20 سانتی متر. خب 20 سانتی متر هم زیاده، فکر کنم 15 سانتی متر اینجا رو آوردیم بالا. بله دونمای لفت ببینیمش. خب بله نشست روی اون محوطه‌ای که برای استخرمون طراحی کرده بودیم و به این صورت این محدوده استخرمون از فضای دیگه‌مون جدا شد. اطراف اینجا گفتیم میخواد چمن باشه، اینجا رو مبلمان خواهیم چید بعداً. مسیرمون مشخصه، فضای پارکینگمون مشخصه، فضای پیاده راهمون توی این قسمت ایجاد شده. گفتیم اینجا رو میخوایم ببریم برای ورودی که داریم و نماهامونم کار کردیم. من به نظرم میرسه که تا همینجا فایل رو نگه داریم، خیلی دیگه طولانیش نکنیم، بریم برای نرم افزاری که میخوایم فرآیند رندرینگ رو توش داشته باشیم. دوباره مجددا رفت و برگشتیم میایم، اگر اصلاحاتی لازم بود اینجا انجام میدیم، چون باید مبلمان گذاری کنیم و یه سری حجم اضافه بشه. بریم یه سری از کارهای رندر رو انجام بدیم، ببینیم فرم به چه صورتی هستش. اگر اصلاحاتی لازم داشت برمیگردیم. پس فرآیند مدل سازیمون تا همینجا فعلا متوقف میکنیم و بعداً بهش برمیگردیم. خیلی ممنون، فعلا خدا نگهدار.